آقا سلام علیکم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا اون چرا اول روشن کنی. آقا چای که به ما ندادین. آها. آها. خوب شد. میگم آب چایی که به ما ندادین، حداقل چراغ روشن کنیم ما بتونیم صحبت کنیم. سلام علیکم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. همراه همیشگی شما دکتر استیک. امروز راجع به آدمایی میخوایم صحبت کنیم که اصطلاحاً بهشون میگن دچار خودفریبی شدن. یکی از مکانیزم‌های دفاعی انسانی. اینا از محمدا بهتر. بهتون بگم اینا از محمدا بهتر. محمدا دیگرون رو گردن نمیگیرن، اینا باز خودشون رو گردن نمیگیرن. اصلا مصیبتیه. در عالم روانشناسی به اینا میگن خودفریب. آدمایی هستن که با خودشون فکر میکنن صادق هستن، اما اینطور نیست. بسیاری از اونها با خود واقعیشون روبرو نمیشن. منظور خود واقعی هم مجموعه از ویژگی‌هاشونه، توانایی‌هاشونه، ضعف‌هاشونه و حتی افکاری که گاهی برای خودشون میسازن اما نه برای خودشون جالبه، نه پذیرفتنی از طرف اجتماع. برای همین سعی میکنن که نشون ندن، ولی معمولا یه فرد دیگر رو میسازن و تحت لوای اون فرد پنهان میشه. یکی از دلایل اصلی درد ناشی از روبرو شدن با محدودیت ها و خودشونه. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری ایدئال هایی رو تو ذهنشون ساختن. وقتی نگاه میکنن خود واقعیشون با اون ایدئال ها چه فاصله ای داره. آقا صحبت نکن. بعد با خود واقعیشون چقدر فاصله داره، برای همین دچار شکست و دچار درد میشه. و این واکنش در واقع یک مکانیسم دفاعیه. مغز میخواد اون فشار روانی و اضطراب ناشی از ناکامی رو محافظت کنه. برای همین میاد از شما یه شخصیتی میسازه که این دردها با نرمی و قابل هضم تر باشه. بعضیا همه شخصیت رو دوست دارن، بعضی یه ذره دوست دارن، بعضیا مثلا فرض کن دیدیم اینا که با دماغشون مشکل دارن ولی چششون رو دوست دارن، یه لبش راضیه ولی مثلا فرض کن معتقد چشش باید درشتر میشده. بعضیا با کل صورت مشکل دارن، خدا وکیلی هم حق دارن، خیلی صورت داغونه. بعد در این نوع افرادم با یه قسمت یا مثلا 50%ش با 70% به یه با کل شخصیتش مشکل داره. لذا یه شخصیت ظاهری ویترین خوشگل میسازه و تحت لوای اون ویترین زندگیشو ادامه میده، ولی همیشه میدونه اون ویترینه و سعی میکنه که از اون من واقعیش کسی با خبر نشه. یه عامل دیگه هم که باعث این نوع شخصیت ها پیدایش این نوع شخصیت ها میشه اینه که تأثیر جامعه و استانداردهای اجتماعیه. هر چقدر فرهنگ یا محیط اجتماعی سختگیرانه تر باشه، فرد احساس میکنه که خودش رو باید تغییر بده یا اینکه پنهان کنه تا پذیرفته بشه. این فشار بیرونی تمایل به خودفریبی رو تقویت میکنه. پذیرفته شدن اجتماعی برای بسیاری از ما یک نیاز بنیادیه. مغز انسان ابزارهای زیادی برای این فرار داره، از جمله سوگیری‌های شناختی مثل انتخاب اطلاعات خوشایند گرفته تا توجیه منطقی رفتارها. همه به ما کمک میکنن که از مواجهه با واقعیت‌های ناخوشایند خودمان اجتناب کنیم. نکته مهم این است که این رفتارها کوتاه مدت راحتی میارن ولی در بلند مدت باعث فاصله گرفتن از رشد واقعی و خودشناسی میشن. یعنی اینکه فرد به جای اینکه بره مشکلاتی که داره رو تغییر بده، در جهت بازسازیش بر بیاد، انرژی بذاره، وقت بذاره، مطالعه کنه و ببینه کجاها مشکل داره، هی میاد چیکار میکنه؟ تو اون قالب شخصیتی فرو میره و احساس راحتی میکنه. چرا که اون قالب شخصیتی حکم همون مسکن آنی رو براش داره و باعث میشه که یک فرد تا آخر عمرش هیچ موقع به مشکلات شخصیتیش در جهت رفعش قدم بر نداره. حالا بیایم ببینیم چطور میشه با این رفتارها مقابله کرد. اولین قدم آگاهی از مکانیزم روانشناختی است. شناخت این که مغز ما چگونه تمایل دارد واقعیت‌ها رو نرم و قابل تحمل بهمون نشون بده و ما رو آماده کنه تا با خود واقعیمون مواجه بشیم. دوم، تمرین پذیرشه. به جای قضاوت کردن باید بخش‌های از خودمون که دوست نداریم و به عنوان بخشی از هویت انسانی بپذیریم. یکی از چیزهایی که مثلا متداوله بین این افراد اینه که اصلا چیزی به نام شکست نمیدونن، در حالی که شکست هم قسمتی از زندگی و قسمتی از شخصیت انسانه. انسانی که شکست نخوره که نمیشه، که بالاخره یه قسمتش باید شکست گنجونده بشه. همین شکست‌ها باعث میشن که شما دفعه دیگه پیروز میشین در مقوله‌ای. سوم، توسعه انعطاف‌پذیری روانیه. یعنی یاد بگیریم که ضعف‌ها و شکست‌ها مانع رشد ما نیستن، بلکه زمینه‌ای برای یادگیری و تحولن و شکست‌ها گاهی به عنوان پلکان اولیه همون پیروزی‌ها باید دیده بشن. البته بگم قسمتی از برنامه اینجوریه که زنگای از طرف دوستان زده میشه و من وقت کنم آقا چای نمیاری؟ واقعا چای نمیاری؟ بخشای زنگ زده، شما زنگ میزنی ما جواب میدیم. بعد منتها
سوالاتون درست باشه، ما رو اذیت نه اینور ما رو اذیت کنه تو چالش بیافتیم، نه از اون ور چرت پرت باشه که مجبور بشیم یه جور دیگه جواب بدیم. آره ممنون شماست آقا. بخش تلفن‌ها کی شروع؟ الان باش حالا میریم تلفن اول رو گوش میدیم ببینیم چیه. ببینید من فکر کنم این آقای کارگردان به خاطر اینکه آقا ما برنامه‌مون هنوز کسی گوش نداده، این تلفن‌ها این مال فامیلاتونه، پول میدی اینا زنگ میزنن؟ نه لله پول میدی اینا زنگ میزنن؟ چون ما که هنوز برنامه‌مون اولین باره داره میره رو آنتن، بعد چجوری اینا این همه طرفدار داریم ما رو نمیشناسن؟ دمت گرم. سوالش جواب نداشت. سلام علیکم جانم. بگو خودت چی فکر میکنی؟ این چه ربطی الان به برنامه ما داشت؟ چه ربطی داشت؟ اون فریب خود آقا اون تو رو فریب داده، به فریب خودش اتفاقا خودشو خوب میشناسه که اومده تو رو فریب داده. برادر من الان این اصلا تو از اول برنامه گوش دادی. برو خدا روزی تو جای دیگر. بله سلام علیکم خانم. سلام علیکم. الان گوش کن. ببینم شما این همه مدت سعی نکردی شوهرتو درست انتخاب کنی، الان میخوای مشکلاتشو من حل کنم؟ للهی من باید حل کنم؟ آخه به من ربطی نداره. آقا دیر میاد. آقا به من چه مربوطه؟ مگه من دیر میام؟ مادر جان ببخشید الکی نگران این بچه. به نظر من بذارش تو کوچه که سگا بخورش. آره خودت زندگی. آقا چای نمیخوایم بدیم ما بریم؟ اصلا تلفنم جواب نمیده. تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. خداحافظ. با ما باشید. دکتر استیک.